با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. وقتی که یگان برنامه تاریخی یا فرهنگی صورت میگیرد و نفری مد از ملتش، از هویتش، از دینش افتخار میکند، حتما به سر او باران تحقیر و ملامت و بدگویی شروع می شود که این عصر 21 است، نباید این موضوع مطرح شود چون جهان مدرن است، جهان پیشرفته است. ما امروز ها میبینیم که همین جهان مدرن، همین جهان پیشرفته و آنهایی که در صدر این جهان پیشرفته قرار دارند با چه عملهای ننگین دست میزنند، با چه کارهای غیر بشری دست میزنند و این کارهای خود رو نشر میدن، نقاب میپوشونن و نامش رو آزادی، دموکراسی یا هر چیزی که بخوان عنوان میکنن. ولی به جانب دیگر همین که از تاریخش، زبانش، هویتش، هستیش دفاع کرد، حتما ملتگرا، شوونیست، فاشیست یا هر چیز دیگر رو براش روا میبینند که این هم از آن دلالت میکند که هنوز همون بازی های گذشته، هنوز همون تاریخ گذشته دارد تکرار می شود، ولی با شکل دیگر، با شکل نوتر، با شکل مدرنتر. در اصل بگیریم به قول مردمی محلی همون آش است و همون دیگ است و همون کاسه و هیچ چیز هم تغییر نیافته است. بسیارها میگن خوب فرقش چی که این آسیای مرکزی ترکستان می شود یا چیزی دیگر. این خیلی فرقی کلان دارد. این خیلی اهمیتی بزرگ دارد برای ملتی که آگاه است، برای ملتی که بیدار است و خودشناس است و آینده خود را فکر میکند. این خیلی یک موضوع جدی است. ببینید سال 2017 وقتی که دونالد ترامپ اشتباهاً به جای خلیج فارس خلیج عرب گفت، در ظرف اگر خطا نکنم 3 یا 4 شبانه روز 5 میلیون ایرانی زیر همین گزارش کامنت نوشتن و یک رکورد گذاشتن که اینجا خلیج عرب نیست، اینجا خلیج فارس است. یعنی این تنها مردم عادی، همون ورزشگر و سراینده و اینها یک طرف، مردم سیاستمدار یک طرف، اونهایی که از شبکه‌ها برنامه‌ها موقع سیاستمداران یک طرف، فقط مردمی عادی در ظرف 4 شبانه روز 5 میلیون کامنتر زیر این گزارش نوشتند که اشتباه میکنند، اینجا خلیج عرب نیست، اینجا خلیج فارس است. ببینید برای عوض کردن یک کلمه ملت ها چقدر تلاش میکنند، چقدر آگاه هستند، چقدر بیدار هستند. وقتی که ما میگیم که فرقش چی، ترکستان میشود یا تاتارستان میشود یا دیگر چی میشود، این خیلی فرق کلان دارد، خیلی اهمیت کلان دارد. در دراز مدت این گام به گام، قدم به قدم یا وجب به وجب پیاده کردن هدفهای خودش است. فراموش نکنیم که پانتورکیسم یک جریان بسیار ارتجاعی، یک جریان خطرناک است، بسیار خطرناک است، زیرا که در برابر هویت، در برابر اندیشه، در برابر زبان، پانتورکیسم میتواند دین شما را بگیرد. حالا بسیار از برادران هم هستند که میگن مؤمن برادر مؤمن، خب اونها هم مسلمان هستند، ما هم مسلمان، این گپ ها چی لازم است؟ خب اگر این طور هست، چرا آنها این کارها را شروع میکنند؟ چرا آنها با این کار دست میزنند؟ چرا در سطح دولت چون این برنامه ها قبول میکنند و هدفشون از قبول این برنامه ها چیست؟ یعنی چی لازم است؟ نام یک منطقه‌ای که خب همه با آن عادت کرده است، برای همه پسند است، همه برای این توقف دارد، میخوان ترکستان اعلام کنند. حالا که ما بگیم خراسان بزرگ، ما بگیم ماوراءالنهر، یعنی نام اصلی این منطقه را بگیریم، نام اصلی این مناطق را بگیریم. پانتورکیسم بسیار یک جریان خطرناک است و جوانان ما، همسالان ما و بسیاری که خواسته و ناخواسته در این موضوع اندیشه میکنند و میگوید هیچ فرقی ندارد. خیلی احتیاط کنید که این فاجعه است، این یک فاجعه بزرگ است. زیرا ما یک بار ملت ما اگر تاریخ را ورق بزنیم و از تاریخ آگاهی داشته باشیم، ملت ما از این پانتورکیسم بسیار شتای بزرگ خورده است. پانتورکیسم بسیار برای ما فاجعه آورده است که تا به امروز ما نتوانستیم آن ضربه زده شده را، آن فاجعه که به سر ملت ما آورده است جبران میکنیم. و من نمیخواهم که ما در خواب غفلت باشیم، بیدار نباشیم، آگاه نباشیم تا این جریان بتواند بار دیگر برای ما ضربه زند. آنها که میگویند که باز همون تاریخ، باز همین گپ ها، خب این گپ ها مال گذشته است و این خیلی نه.
در واقع این خیلی نیست برادران عزیز. بیاید مسئله رو ساده نگیریم، بیاید بر مسئله جدی نگاه کنیم. ابرقدرت ترین دولت های دنیا امروز در همین تاجیکستان ما که 10 میلیون اهالی داره چندین خانه فرهنگی دارند. خانه فرهنگی خود را تأسیس می‌کنند، مراکز فرهنگی خود را تأسیس می‌کنند، برای زبان و فرهنگ و اندیشه خود تلاش میکنند و میدونند که این جنگ‌های نرم، یعنی جنگ‌های فرهنگی، جنگ‌های اطلاعاتی، این جنگ‌های نرم گفته می‌شود که به مراتب شدیدتر و سخت‌تر از جنگ‌های گرم است. چرا؟ چون این جنگ‌های نرم و این جنگ‌های سرد میتواند هویت یک ملت را بگیرد. این رو ما اگر ورق بزنیم 100 سال پیش رو بعد میفهمیم که چگونه فاجعه است. ببینید پانتورکیسم گفتم که یک جریان بسیار خطرناک و بسیار ارتجاعی است. چرا؟ چون در آخری سالهای 19 یک گروه از جوانان تاجیک رو بردن، خواندن، جوانان بسیار دانشمند، بسیار آگاه، حتی نویسنده ها در میانشان بودن، شاعرها در میانشان بودن، خواندن، آمدن آنها علیه ملت خود موقع گرفتن، آنها علیه سرزمین خود موقع گرفتن. استاد محمد جان شکوری خدا رحمتشان کنند، این عالم واقعا ملی، اکادمیکی سطحی فرامیلی، یک دانشمندی واقعا مؤمن، واقعا مخلص، واقعا دلسوز به ملت تاجیک خدا رحمتشان کند، جایشان جنت کند. این شب روز جایشان به شدت خالی است. یعنی ما خالیگی جای ایشان رو در این نبردهای فرهنگی، در این نبردهای تاریخی احساس میکنیم و ای کاش در این سرزمین مثل استاد شکوری بر این شخصیت ها میشدن که در این دوره با مقاله های علمی خود، با پاسخ های منطقی خود، با نوشته های بسیار آتشین خود به این گونه افراد پاسخ میدادند. استاد محمد جان شکوری خدا رحمتشان کنه در کتابی پانتورکیسم و سرنوشت تاریخی تاجیکان در صفحه 163 چنین می‌آورد: عضو کمیته مرکزی حزب کمونیستی بخارا عبدالرؤوف فطرت که تا انقلاب نویسنده نمایان تاجیک بود، در ترکیه ختم تحصیل کرده است. یعنی میگه که این فطرت نویسنده تاجیک بود که از شخصیت‌های شناخته در زبانی خودش بود، دانشمند بود. میگه در اداره خود قرار برآورد که از هر کسی که وقت کار به زبان تاجیکی گپ زند 5 تومن جریمه ستانیده شود. یعنی بردن یک بچه تاجیک، اینقدر مغزشویی کردن، اینقدر فریفته کردن، اینقدر پانتورکیس کردن که اومده است در کارخانه خودش قرار میبرد یک تاجیک. تصور کنید، فاجعه را بینید. شما فاجعه اومدنش به سر یک ملت بینید که در کارخانه خودش قرار میبرد که هر کسی با زبان تاجیکی گپ زند 5 تومن جریمه می شود. در دیگر اداره های بخارا، جمهوری خلقی شورای بخارا نیز زبان تاجیکی با راه تجدید و جزا منع گردید. از ابتدای سال 20 در دایره های رسمی سمرقند هم زبان تاجیکی به همین دستور منع شده بود. یعنی تصور کنید پانتورکیستا اونقدر نفوذ کردن با پشتیبانی البته حکومت همان وقته بلشویکا، یعنی اونها هم پشتیبانیشون میکردن، آمدن چی فاجعه را به سر یک ملت آوردن. فاجعه همین است. حالا شما میگید که خب چی فرق دارد این پانتورکیسم؟ یعنی روز فرا میرسد اگر شما آگاه نباشید، بیدار نباشید، هوشیار نباشید و موقع نگیرید و آگاهانه در این یک برنامه ساخته و عمل نکنید، میآیند شما را از زبانی مادریتان دور میکنن، هویت شما را میگیرن. من بار دیگر تاکید میکنم که آنهایی که میگن مؤمن برادری مؤمن است، این پانتورکیسم اونقدر جراین ارتجاعی است که حتی دین شما را از شما میگیرد. یعنی در درجه اول انمون عقیده های تورگرایانه شما میموند، بعد دین شما بس چیزهای دیگر و حتی شما رو ببینید به جای میرسوند که به زبان مادری خود نفرت پیدا میکنید. ای کاش این کتاب در هر خانواده تاجیک میشد تا از خطر پانتورکیسم، از اندیشه های ارتجاعی پانتورکیسم آگاهی پیدا میکردن. واقعا این کتاب بسیار با دلیل، با مدارک، یعنی با دلیل هایی که دلیل های عرب ها نه، دلیل های کشورهای عجمی دیگر نه، یا که با همون دلیل ها و فکت هایی که از بایگانی های خودی روسیه به دست آمده است و بسیارش رو به واسطه استاد محمد جان شکوری دیده است این کتاب نوشته شده است. و ای کاش این کتاب در هر خانواده تاجیک میشد که تا ما آگاهی پیدا کنیم که چگونه فاجعه ها رو، چگونه بدبختی ها رو
این پانتورکیزم به سر ملتی ما آورده است. از این خاطر وقتی که میگویند خیلی فرقش که یک کلمه را در کتاب‌های درسشون عوض میکنن، مسئله را ساده نبینید. مثلا مسئله ملی است، مثلا مسئله هویت است، مثلا مسئله زبان است، مثلا مسئله منطقه است که ما و شما زندگی میکنیم، آینده فرزندان ما و شما زندگی میکنن. بار دیگر میگویم که به این مسئله با یک ساده لوحی نگاه نکنیم، آگاهی بیشتر داشته باشیم. و آنهایی هم که میگویند فلانی ها ما را صاحب دولت کردند و این مینویسن آن مینویسن، من میخواستم همین کتاب استاد محمد جان شکرو را یک بار مطالعه کنید، یک بار ببینید که واقعا در سالهای 20 و 24 و 29 در این سرزمین چی واقعه ها گذشت، چقدر انسانی ها جانبازی ها کردن. حالا ما میگیم که تاجیکا خودشون همت نداشتن که سرزمیناشون رو پرتافتن گریختن، تاجیکا این نکردن، تاجیکا از خودشون دفاع نکردن. یک بار این کتاب بخونید، به این سوالاتون جواب پیدا میکنید که چقدر تاجیکا مبارزه بردن، چقدر کشته دادن، چقدر تلاش کردن. این تاجیکستانی که من و شما زندگی میکنیم با افتخار داریم در این کوچه ها که میگردیم، این هم خیلی الکی از ما به دست نآمده است، این کسی برای ما توفا نکرده است. این وقتی شما میید این گونه کتاب ها رو مطالعه میکنید، وقتی میبینید با دلیل و مدارک که این جوان های تاجیک در این راه شهید شدن، کشته شدن، خانواده هاشون از بین. در ادامه یک چیزی جالب هم میگوید، وقتی ما میگیم که باباهای ما حمایت نکردن از سرزمیناشون، از شهرهای بزرگشون و گریخته به کوهپاره ها برآمدن، استاد شکوری در این کتاب میارد در نیمه سالهای 20 ملتگران ترک ازبک مجبور شدند که موجودیت خلق تاجیک را تا اندازه اعتراف نمایند، ولی دعوا میکردند که تاجیکان فقط در بخارای شرقی یعنی در قلمرو مرکزی و جنوبی تاجیکستان امروزه وجود دارند و بس. در سمرقند و بخارا هنگام جمع‌آمدها چنین خطابا به گوش می رسید: هر معلمی که در مکتب با زبان تاجیکی تعلیم دهد به امان به کوهساران تاجیکستان فرستاده شده، به جایش معلم ازبک تعیین خواهد شد. این گفته ها یک کارمند معارف بود که شاهد نقل کرده است. حتی کودکان را میترسانند که اگر با ازبکی نه و با تاجیکی تعلیم گیرند حتما به دوشنبه فرستاده میشوند. در ادامه این کتاب نقل میشد که چگونه فیض‌الله خوجایف، یک خائن دیگر، یک تاجیک خائن دیگر، چگونه در مسجدها می آمد با تپانچه بالای سر مردم میگفت که اگر کسی رو که در اینجا با زبان تاجیکی حرف میزند، با تاجیکی صحبت میکند، ما با بخارای شرقی یعنی با سرزمین تاجیکستان بدرقه میکنیم، آنها میتوانند دستی خالی از اینجا برآمده روند. حتی اجازه نمیدیم که مال و اموالشون رو گرفته برند، یعنی دستی خالی روند و در همون جا برای خودشون مال و کالا و دیگر چیزا جمع کنن و خانه و در بسازن. وقتی که وارد یک موضوع میشویم، وقتی که یک موضوع رو میخوایم تحلیل کنیم، من خواهش میکنم پیش از اون یک چند کتاب در این زمینه ها مطالعه کنیم. این یک کتابی است که من برای شما معرفی کردم و کتاب های دیگر هست، سرچشمه های دیگر هست، جستجو بکنیم، بخونیم و همین خیلی الکی، همین خیلی سرسری، همین خیلی هوایی در موضوع صحبت نکنیم. من نگرانیم از اون است که وقتی این موضوع ها مطرح میشود در جامعه سکوت حکم فرما است، عالم ما سکوت میکند، دانشمندان ما سکوت میکنند. البته یک چند نفری هم هستن که اینجا و آنجا صدا بلند کردن، یک موادهای نوشتن، ولی این اگر با فایز گیریم یک فایز رو هم تشکیل نمیدهد و این نگران کننده است. بار دیگر میگویم که حرکت ارتجاعی پانتورکیزم نه تنها برای ما تاجیکان، حالا شاید بسیاری از برادران ازبک، برادران قزاق این صحبت‌های ما البته میرسند، شاید فکری دیگر کنند، ولی آنها هم بدانند که این حرکت به خودی آنها هم ضربه میزند. اینها بدانند که این حرکت به خودی آنها هم بسیار گران تمام می شود. از این خاطر من فکر میکنم که ما آیدی پانتورکیزم بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر آگاهی داشته باشیم، زیرا که این بسیار یک حرکت نوعیان است. یعنی این حرکت طرز عمل میکند، طرز پیش می رود که شاید بسیاری ها خودشون نفهمیده مبلغ پانتورکیستان میشوند، خودشون نفهمیده با این جریان همخوانی پیدا میکنند. از این خاطر خودتان رو، فرزندانتان رو، از همه مهم جامعه رو باید از این وبا که من فکر میکنم و نگران هستم که به سر ملت میآید آگاه کنیم. ببینید فاجعه رو، ببینید جنایت و خیانت رو برای یک ملت که پانتورکیزم چیکار میکند. یعنی یک جوان هم میگیرند در آخر عصر 19 تعدادی از جوانان تاجیک که نخبه های فکری بودن، اندیشه داشتن، دانشمند بودن، میبرند آنها رو پانتورکیست میکنن، عقیده هاشون عقیده های ارتجاعی میکنن، کار میکنن. ببینید کار میکنن که یک انسان از هویت خودش، از زبان خودش، از فرهنگ خودش، از ملتش دست میکشد.
آیا از این میتواند فاجعه بزرگتر باشد؟ وظیفه علمای ما، دانشمندان ما، مورخان ما، شرقشناسان ما به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک نفر کتابخوان از ایشان خواهش میکنم که آید این موضوع ها، آید این جریان ها معلومات بیشتر پهن کنند، معلومات بیشتر بدین. البته با خونسردی، با آرامی، با منطق، با دلیل ما باید این موضوع را پیگیری کنیم. اگر شما نظر دیگر دارید، اندیشه دیگر دارید، یا کتاب های دیگر را مطالعه کردید، یا دلیل های دارید که این حرف ها را رد میکند، مرحمت زیر نوار بنویسید، ما آنها را بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که مخاطبان برنامه کتابخوان و آنهایی که این نوار را میبینند ما را درست میفهمند و ما را درست درک میکنند. خدا حافظتان سربلند و کامگار و نیکنام بمانید.